اگر امام احمد ابن حنبل سخن گفته، اگر امام مالک، اگر امام شافعی، اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم، ببینیم وزن کنیم سخنایش که از قرآن و حدیث است، از کل گیره به سر چشم قبول کنیم. اما که خطا شده باشه بگذاریم. در این صورت دین یکی میشه یا چهار؟ دین یکی میشه، چهار نمیشه. هیچگاه امت مختلف نمیشه، یک دین باقی میمانه. خیر و خلاص. این ملت ها از این اضطراب و پریشانی بالکل میبره. نکنی به آیات قرآن برای ما درس میده. این تنها بیان داستان یهود و نصارا را نمیکنه، با امت پیغمبر درس میده که شما اینمی قسم نشوی با مثل یهود و نصارا که نعوذ بالله فرقه فرقه و نحن له مسلمون. وقتی تسلیم به کتاب الله و سنت رسول الله باشیم چرا اختلاف بیا؟ کلگی منهج و دین ما یکیست. در کدام مذهب هستی؟ مذهبی ما راه و روش ما کدام است؟ بگی کتاب الله و سنت رسول الله. در مذهب محمد رسول الله هستیم. حالی شما خفه میشه بگوی در مذهب امام اعظم واقعی که راستی امام اعظم است، امام انبیاء علیهم السلام کیست؟ محمد رسول الله. آیت تیر نکردیم؟ کلی انبیاء علیهم السلام الله از پیش تعهد نگرفته بود که شما تابعداری کی را بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و چرا شفاعت کبرا در اونجا نصیب پیغمبر است و امامت انبیاء علیهم السلام کی کرده در شب معراج؟ با کل پیغمبران امام کی بود؟ رسول الله. امام اعظم مسته. ما در مذهب از است آسان گپ. خب گپ است. در بعضی جاها که از پیشتان سوال میکنه در کدام مذهب هستی؟ بگو در مذهب امام اعظم. صحیح است؟ رسول چیست صلی الله علیه و سلم قطش بگوی که ایران بمانه. اگر اینطور گفتی قدر خفه میشه تو را در رد کردن میگیره. اگر گفتی که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باز خوش میشه. ببینه اگر کسی ادعای پیروی از رسول الله را بکنه او را یا بد میدانه، اگر پیروی از او را اعلان میکنی باز خوش میشن. عجیب نیست؟ الله رحم بکنه. منظور ما بیان است که ما حقیقت دین درک بکنیم. در روز قیامت معلوم میشه که امام ابو حنیفه رحمه الله از کدام مردم راضی و از کدام مردم اعلان براءت کرده باشه. این گپ بالکل واقعیت داره و میای ان شاء الله. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، کسی که طلب میکنه غیر از اسلام دینا، نظام دیگر را پیروی میکنه، اسلام پیروی نمیکنه، فلا یقبل منه، هرگز از او قبول کرده نمیشه. به نزد الله یهودیت و نصرانیت امروز قابل قبول نیست. چرا اسلام نیست؟ اسلام تسلیمی مکمل برای الله بود. اسلام در برگرینده اون مو عقیده بود که پیش در آیات ذکر شد که در بین انبیاء علیهم السلام فرق و تفاوت قطعا وجود نداره من حیث رسالت که از جانب الله رسول هستند و دین از ما مکمل دین اسلام بود. چطور شده میتونه آلی امروز بگویم که نه یهودیت و نصرانیت هم قابل قبول است؟ و هو فی الاخرة من الخاسرین. غیر از دین اسلام راه دیگری نیست. تسلیمی به نظام اسلام آیینی که واقعا الله انتخاب کرده اسلام است. از او خاطر کسی از اسلام بیرون میشه الله میگه ای در آخرت از جمله چی هست؟ تاوانی است. چرا؟ محنت و زحمتی که در نظریات و مفکوره های غلط دیگری تیر کرده و کلش به نزد الله مقبول نیست. اگر چی نامشه هر چیز بمانه خب زیبا بمانه الله قبول نمیکنه. کیف یهدی الله قوما، چه قسم کیف یهدی الله قوما، آلی الله بیان احکام مرتدین میکنه. کسایی که اینطور نظام پسندیده الله را بفهمه، حقیقت آشنا شو و باز ای را به باد مسخره بگیره بروه نعوذ بالله مرتد شوه. این طوری کار اگر کسی میکنه الله متعال سختترین وعیدا را در اینجا برش بیان میکنه. یک تعداد مردم ها تلاش به این دارن که مرتد حکمش در قرآن ذکر نیست قتل. خیر اینطور نیست. الله متعال سختترین عذابها را در قرآن ذکر میکنه، اما حکم دنیوی از او را پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث بخاری است من بدل دینه فاقتلوه، کسی که دین خود تغییر میده او را شما قتل بکنه. تعجب در است که کفار برای حمایت و حفاظت نظام داخلی خود آنقدر قوانین سخت وضع میکنه که پرسان نکن. اگر کسی در نظام داخلی امریکا یا انگلستان یا فرانسه و آلمان یا روسیه یا چین مداخله بکنه که او در نظم مملکت خلل مندازه حکمش اعدام است. یک لحظه باز نمیگذاره او را از بین میبره. دین مقدس اسلام برای حمایت مفکوره و عقیدش همینطور حکم سخت وضع کرده. چرا اگر اینطور نباشه مردم ها امروز سابقی مسلمان دیگر باز کفر خود اعلان بکنه، مردم دیگر در اضطراب و پریشانی میشن. نه، هر کس که دین میپذیره از روی سند و دلیل و به بصیرت باید بپذیره. از همون خاطر در اسلام جبر و اکراه نیست برای پذیرفتن اسلام. عقیده تعلق به قلب داره، در این جبر نمیشه.
باید کسی که این نظام میپذیره از روی بصیرت بپذیره، معلومات داشته باشه که اسلام کدام دین است و بعد از او بپذیره. پس از او که تو رها میکنی یا است که شبهه تا کدام شبهه داری جواب برات داده شود، در غیر از او برای تو موقع داده نمیشه که تو زندگی بکنی، بعد از او تو بعد از بین بری. کیف یهد الله، چه قسم هدایت کنه الله، یعنی توفیق بده برشان قوما یا قوم را کفرو که انکار کردن بعد ایمانهم پس از ایمانشان و شهدوا شاهدی دادن ان الرسول حق که پیغمبر بر حق است و جاءهم البینات آمد برشان دلایل واضح بالای صداقت نبوت، بالای راست بودن دین اسلام، کلی گپا را درکم کرد و بعد از او باز نعوذ بالله چی شوه؟ مرتد شوه. والله الله لا یهدی، توفیق نمی بخشه القوم الظالمین، و قومی که از حد تجاوز میکنه، حقانت یک چیز برش واضح باز امور رها میکنه طرف دیگه میره. اکثر در مستدرک حاکم از ابن عباس رضی الله عنهما حدیث آمده که یک شخص از انصار که نامش در دیگر روایت حارث ابن سوید میگه، او مرتد شده بود، باز امرای از یک چند نفر دیگه مرتد شده بودن. پس آن وقتی که در مکه رسید از مدینه به در گریخت، در اونجا که رفت بسیار پشیمان شد. از همون خاطر از دست یکی از تابعدارای خود پس اول در مدینه روان کرد که حالات ما چی رقم میشه. الله متعالی آیت روان کرد و همون نفر پس این حال بر از او بیان کرد که الله متعال اینجا مسئله توبه را ذکر کرده. پس از او آدم پس ایمان آورد و آمد پیش پیغمبر علیه السلام اظهار پشیمانی کرد. و لیکن یک تعداد دیگه که پیروان ازی بود و مرتد شده بودن پس نگشتن، الله حکم هر سه طایفه را در اینجا برای ما بیان میکنه، هر دو طایفه را. نزولش در او مورد است، اما قرآن کریم همیشه شان نزول هدف نمی باشه بلکه بیان قاعده عمومی را میکنه که کلگی را شامل میشه. در اینجا اشاره به ایسته که حقانیت یک چیز برای کسی ثابت شوه و بعد از او فهمیده از اینمی حقانیت میگرده، هیچ عذر موجه برای از دیگه باقی نیست. اینطور مردم را الله هدایت نمیکنه. مراد از هدایت است وقتی تو خود اسباب هدایت الله برات داد او را عملی نمیکنی، روان نمیشی، دیگه چه قسم انتظار نتیجه خوب داشته باشی؟ از آیت بر ما واضح میشه هرگاه اسباب هدایت الله بر انسان فراهم کرد باید قدم پیشتر بگذاره، شبهه را در قلب خود نگاه نکنه و همچنان پیش بره و دین ترک نگویه. چرا اگر دین ترک گفتی شروع کردی به نعوذ بالله معصیت و گناه، در این صورت توفیق الله شامل حالت نمیشه. پس از او خاطر اختیار کردن را این اختیاریست، اما بعد از او وقتی که روان میشی نتیجه بدون اختیار مرتب میشه. مثل که پلته گوگرد بزنی، زدن پلته گوگرد در اختیار خودت است، اما بعد از او که لمبه به وجود میاد این در اختیار تو نمی باشه. پس اختیار کردن اسباب هدایت موجب هدایت انسان میشه، الله دیگه هم توفیق برات میده. اگر نه تو به دست خود میگیری دین حق ترک میکنی، راه دیگر را در پیش میگیری، باز دیگه این توقع را نداشته باش الله برات هدایت نمیکنه. چرا؟ به خاطر که نتیجه غیر اختیاری مرتب میشه. در اینجا اشاره به این گپ است. در این یک تنبیه و آگاهی برای او طایفه مردمایی است که یک مسلک برش حق معلوم میشه اما بازم او را نمیپذیره، میره و راه دیگری را انتخاب میکنه. ولی ما بسیار مردم داریم در زبان امرای ما میگه والا بالکل حق میگه، اما وقتی حق میگیم تو تسلیم میکنی چرا عمل سرش نمیکنی؟ بازم میری با طایفه دیگر هماهنگ میشی. این گپ قطعا امکان نداره. اسلام خط و مرزی علیحده و جدا داره. امروز یک تعداد مردم با یهود و نصارا هماهنگ است با وصفی که اعتراف به حقانیت دین اسلام داره، اما اونجا هم رشته خدا بافته. اینطور مردم ها آخر الامر شما ایره یقین کنه، امیر یک دفعه چی بکنه، امتحان بکنه که همینطور کسایی باشه آخر الامر یا به ایمان نمیرن. الله متعال توفیق نصیبشان نمیکنه. چرا؟ خود اسباب هدایت از بین بردن و رفتن راه دیگری را در پیش گرفتن. اولئک ایطور مردم جزاهم پاداششان یا بدل و عوضشان ان علیهم یقینا بالایشان لعنت الله لعنت الله است و الملائکه از ملائکه است و الناس از مردم اجمعین تمامیشان است. لعنت الله دوری از رحمت الله است که الله رحمت خود نصیبشان نمیکنه. لعنت ملائکه نفرت و بددعا است بر او. مردم و الناس مردم اینطور مردم ها را بغض و کینه داره، خوش نداره.
اجمعین کلشان سر از طور مردم لعنت میگه. پس از این معلوم شد که کسایی که حقانیت دین فهمیده بعد از او ترک کرده میره و سوی دیگه، انسان قطعش رای دوستی را نگیره، قطع از او موافقت نداشته باشه، بلکه به نظر نفرت ببینه واره. خالدین فیها، همیشه در لعنت الله هستند. لا یخفف عنهم العذاب، سبک کرده نمیشه به از یا عذاب. ولا هم ینظرون، برشان مهلت هم داده نمیشه. آلی عذر در اونجا موقع مهلت دادن هم نیسته. دو نتیجه را الله در اینجا بیان کرد، یکی دنیوی که ملعون هستند، یکی اخروی که عذاب الله از پیششان سبک نمیشه و نه مهلت برشان داده میشه. الا الذين تابوا من بعد ذلك، بجز از کسانی که رجوع کردن من بعد ذلك، پس از برگشتن از اسلام، یعنی توبه کردن بازگشتن به سوی اسلام، و اصلحوا، عمل خود درست ساختن، آینده خود درست ساخت. فإن الله، یقینا الله متعال، غفور رحیم، مهربان ذات است. توبه تر مردم را قبول میکنه که به اخلاص صداقت پشیمان شده باشه از کرده و عملی خود. رحیم، رحم کننده است. اگر ایرمان شوه اصلاح بکنه الله دیگه هم رحم سرش میکنه. ببینید در اسلام حتی نقطه خیلی نعوذ بالله سرسختم بازم امکان علاج وجود داره. نظام های دنیای فعلی ما بعضی جرم ها را طوری مقرر کرده که هیچ دیگر راه نداری که چی خود اصلاح بکنی. در اسلام حتی مرتد هم برش راه وجود داره که پس برگرده و اسلام قبول کنه، الله قبول میکنه. الله چقدر غفور و رحیم ذات است. بنده اگر رحمت الله را در نظر بگیره، یک کمی فکر بکنه، یقینا از الله واری رحمان ذات دیگری پیدا نمیشه. بی که یک دفعه نعوذ بالله ریشخند کردی، دین ترک کردی، لیکن باز پشیمان شدی، امو کرداری خدا پیش خود گذاشتی و نادم شدی و عزم کردی که دیگه کار نمیکنم، الله باز میپذیره. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، یقینا کسانی که کافر شدن پس از ایمان آوردنشان، ثم ازدادوا کفرا، پس از کفر خود زیاد کردن، لن تقبل توبتهم، هرگز قبول نمیشه از یا توبه ایشان. و اولئک هم الضالون، این مردم ها اینم هستند گمراه. اینجا کسانی که کافر شدن، قتاده رحمه الله در تفسیر خود میگه که مراد از یهود و نصاراست و یک دفعه انکار کردن به انجیل و عیسی علیه السلام و بعد از او توسط انکار از پیغمبر علیه السلام و قرآن یا کفر خود از زیادت کردن. لیکن اینجا آیت شامل هر کسی است که یک دفعه کفر اختیار میکنه، قبلا مؤمن بوده بعد از او کفر اختیار میکنه، پس از او بجای از اینکه توبه میکنه کفر دیگه هم زیاد میکنه. از امو خاطر مفسرین میگه ثم ازدادوا کفرا، این کنایه از است که باز رجوع نمیکنه، توبه نمیکنه، بلکه همو طور ادامه میده کفر. از امو خاطر الله میگه که فلن تقبل توبتهم. این مردمانی هستند که هنگام غرغره یا در وقتی که مشاهده بکنه آثار جهان دیگره و چیخ بزنه مثل فرعون واری که من ایمان آوردم بر رب موسی و هارون، اینی طور توبه را الله قبول نمیکنه. چرا؟ این توبه به موقع است، الله متعالی توبه را قبول نمیکنه. و از امو خاطر این آیت که لن تقبل توبتهم با آیت سوره شورا که میگه الله متعالی هو الذی یقبل التوبه عن عباده، الله از بندگان خود توبه را قبول میکنه، منافات نداره. اونجا قبول توبه قبل از فرا رسیدن حالت غرغره یا حالتی که نشانه های قیامت مشاهده میکنه یا نشانه های جهان دیگر مشاهده میکنه، تا اونو موقع را الله هر کس توبه قبول میکنه. اما وقتی در اون مرحله برسه بعد از او توبه قبول نمیشه. در حدیث هم است پیغمبر علیه السلام میگه ان الله یقبل توبه العبد، ان الله یقبل توبه العبد حتی یغرغر، تا وقتی که در غرغره میرسه توبه بنده خود قبول میکنه. معلوم شد که حالات انسان دو قسم میشه، یکی قبل از غرغره و یکی بعد از غرغره که روح در نهایت خود میرسه. قبل از غرغره توبه قبول است و بعد از او قبول نمیشه. چرا؟ به خاطری که در اونجا حالات دیگری را مشاهده میکنه، آلی جبران ایمان میاره ولی او کافی نیست. اینجا الله متعال این مراد از این گرفته که مراد از ثم ازدادوا کفرا یعنی توبه نمیکنه. امام شوکانی رحمه الله این را ترجیح داده. اما ابن جریر رحمه الله میگه که مراد از این هنگام مرگ توبه کشیدن است و او قبول نمیشه.
لن تقبل توبتهم، هرگز قبول نمیشه توبه از یا. و اولئک هم الضالون، نمی مردم هستند که گمراه هستند، یعنی راه حقیقت گذاشتن رفتن به گمراهی. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که انکار کردن از نظام الله، و ماتوا مردن و هم کفارن، در حالی که یا کفار هستند. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کافر نه توبهش تا وقتی جان کندن قبول شد، و دوم در آخرت هم اگر فدیه هم بده الله قبول نمیکنه. فلا يقبل من احدهم، هرگز قبول کردن نمیشه از یکی از یا ملء الارض ذهبا، به اندازه پوری زمین ذهبا طلا، ولو افتدا به، اگر چه فدیه بده عوض بده به این دنیا که به اندازه دنیا طلا باشه. اولئک ای مردم لهم عذاب، برای از یا عذاب است، علیم دردناک، و ما لهم نیست برای از یا من ناصرین، کسی پردارش پیدا نمیشه که یار امداد و نصرت بکنه. در یک حدیثی که در صحیحین انس رضی الله عنه میفرمه، پیغمبر علیه السلام میفرمه که یک شخصی آورده میشه از اهل نار، یقال للرجل، در او حدیث گفته میشه به یک شخص من اهل النار، از اهل آتش جهنم، چی برش گفته میشه یوم القیامه؟ اینطور برش گفته میشه ارأیت لو کان لک ما علی الارض، برای من خبر بده اگر برای تو باشه آن چیزی که در روی زمین است، مکمل از تو باشه، من شیء، از چیزا که در روی زمین است مکمل در اختیار ملکت تو باشه، اکنت مفتدیا به، آیا تو عوض دادنی در مقابل عذاب الله یا آتش هستی؟ قال انس رضی الله عنه میگه که پیغمبر علیه السلام فرمود فیقول امو صاحب آتش میگه که نعم، ما بالکل را فدیه میدم، عوض میدم اگر برام داده شوه امی قدر طلا مثل که سری روی زمین اما چیزا باشه. الله میگه برش میگه فیقول قد اردت منک اهون من ذلك، ما از تو خیلی سبک و آسان چیزا اراده کرده بودم. چرا او کدام چیز بود؟ الله متعال برش میگه قد اخذت علیک، ما گرفته بودم بالای تو فی ظهر ابیک، در پشت پدرت آدم علیه السلام چی را گرفته بودم؟ الله تشرک بی شیئا، که شرک امرای ما نکنی، امرای ما شرک نکنی. نمی قدر از تو مطالبه کرده بودم که از جهنم نجات پیدا بکنی، لیکن تو چی کردی؟ فابیت الا ان چیستا ان تشرک، تو انکار کردی بجز از اینکه باید شرک بکنی، هم شرک کرده روان بودی. معلوم شد سیکو در اونجا اهل نار آورده میشه، یک چیزی خیلی آسانی که الله از ما مطالبه داره او فقط عدم شرک است، که ما شرک نکنیم خلاص. این سبب نجات انسان است. چرا؟ اگر عمل موجود نباشه، در حدیث مسلم و شما در باب شفاعت گفتیم که اگر به اندازه دانه اسپندم عقیده یکتاپرستی الله در قلب کسی باشه، مورد شفاعت کننده ها قرار میگیره و در جنت میره. و در حدیث دیگه در مسند ابن حنبل امی انس رضی الله عنه نقل میکنه که یک جنتی آورده میشه، الله متعال برش میگه که چه قسم یافتی منزل و مقامت؟ و میگه که الله بهترین منزل و مقام یافتم. باز الله متعال میگه آرزو کدام چیزی درخواستی داری؟ و میگه که یا الله هیچ چیزی درخواستی ندارم با جز از یک تمنا و آرزو. گفت کدام است؟ گفت مرا پس زنده بکن که در راه الله تو جهاد بکنم و شهید شوم. از این معلوم میشه که مقام شهادت در جنت بزرگترین مقام است، که حتی سرفراز به این نعمتای الله، به این مقام الله هم باز تمنای آرزوی شهادت داره که من در این راه شهید شوم در راه دین الله متعال. بعد از اون میگه از اهل نار یک شخص آورده میشه، از پیش سوال میشه چطور یافتی منزلی تا مقامی تو؟ میگه بدترین منزل. الله متعال برش میگه که اگر تپه های زمین طلا باشه و تو در عوض منزلت فدیه بدی که تو نجات پیدا بکنی، آیا به این آماده هستی؟ و میگه که بالکل آماده هستم. الله متعال میگه که دروغ گفتی، کذبت، تو خیلی دروغ گفتی. چرا؟ به خاطری که ما از این کده خیلی آسانه، قد سألتک، ما از تو سوال کرده بودم چی را؟ اقل ذالک، از این کده کمتره. او کدام بود؟ و ای سره خیلی آسان، فلم تفعل، تو را انجام ندادی. از او کده آسان کدام بود؟ اونمو کلمه است که الله تشرک بالله شیئا، به امرای الله شریک جور نکن. اینجا در حدیث میگه فیرد الی النار، بازگردانیده میشه به سوی آتش جهنم. واقعا الله متعال چقدر رحمان ذات است. ما را میگه شرک به امرای الله نکنی، لیکن مردم ما را ببینی اینال شرک تشریک کنی به مردم، در طول عمر
علمای ما نست از توحید گپ میزنه، نه شرک به مردم معرفی میکنه. مردم مکمل در عقیده شرک نعوذ بالله. زمان جان کندن خودم به شیخ عبدالقادر جیلانی آواز میده، به سخی صاحب و به بابا صاحب، میگه که سختی را سر ما آسان بکن. عجیب است، الله متعال رحم بکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. در اینجا الله بیان شفقت بالای مخلوق میکنه. یک نوع از انفاق است که او شفقت بالای مخلوق الله است. ماه مبارک رمضان آمده، یقینا کسانی که واقعا بندگی الله را میفهمند، درک میکنه حقیقت را و در جستجوی عزیزتن که خانه را پیدا بکنه که خیلی نیازمند باشه، حتی خرما برای افطاری خود نداره، برای پسشوی خود چیزی نداره که بخورن، در دنبال اینطور مردم تلاش میکنه و کمال نیکی را انسان حاصل هم کرده نمیتونه تا که امچو اعمال انجام نده. بیایی آیت قرآن کریم از ما چی مطالبه داره؟ امروز مردمایی که داد از سخاوت و خیرات و صدقات میزنه خیلی زیاد است، دعواگرای اینطور موضوعات خیلی زیاد است، اما حقیقتی امر عملی کردن بسیار کم موجود است، پیدا نمیشه. امی دین روزم یک کسی برای ما زنگ زد که کسی ما وفات کرده بود، آلی ما میگیریم که 40 روز شام طعام خوبش پخته کنیم، این چطور میشه؟ من برایشان گفتم تخصیص طعام و تخصیص وقت در دین نه آمده، بلکه ما همیشه تلاش کنیم عمل خوب انجام بدیم. عمل خوب است امو روغن و برنجی که تو اراده داری، امو میوه که تو اراده داری، ببر در خانه یتیم، در خانه بیوه، کسی که تو میشناسی که هیچ اسباب و ذرایع برای معیشتش وجود نداره، بازخواست از واره بکو یک دفعه، خودت 40 روز ده تکلیف نکو. مولا صاحبا خوب یافته بودن، خوب میگفتن 40 روز بعد مردید، اگر برای ما طعام میدی اونجا مردم میخوره، میگه این طعام هو به اونجا میرسه. نه جناب، اگر جنتی باشه اینطور نعمتا برش میه که طعام دنیای تو یه چیزام نیست، او نظرم برش نمیکنه. اگر نیکی نعوذ بالله جهنمی باشه این طعاما بر یزو به این سیستم نمیرسه، ولی به این سیستم اگر مؤمن باشه برش میرسه که در راه درست مطابق شریعت مصرف کنی، اون وقت برات میرسه. قرآن کریم چی میگه؟ لن تنالوا البر، هرگز شما حاصل کردن نمیتونی کمال نیکی را. بر کمال نیکی را میگه. در سوره بقره تقریبا 10 خصلتا از عقیده و 5 خصلتش از عقیده، 5 هم از عمل بر ما ذکر کرده بود. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله تا آخره. در اونجا بیان ایمان بود، بیان اسلام بود، بیان احسان یعنی اخلاق بود. ارسی را به مجموعه ای را ابواب البر می نامند، یعنی دروازه های خیر اونموسته که تو را انجام بدی، اینمی برات حاصل میشه. کمال نیکی بر انسان کی حاصل میشه؟ حتی تنفقوا، تایی که شما خرج کنه مما از آن چیزی که تحبونه، شما دوست داره، چیزی که محبوب پیشت است او را در راه الله مصرف بکنی. در اینجا مراد از بر یا خیر کامل است، یعنی ثواب بزرگ، یا مراد از بر کسی که بار باشه، یعنی لقب بر سرش مانده باشه. چرا پیغمبر عیسی علیه السلام و برم چیست؟ به والدتی، من نیکوکار هستم، در خدمت از او مقرر هستم. از همون خاطر مفسرین میگه که بار شخصی که نیکوکار است وقتی برش گفته میتونیم که حق الله و حق مخلوق الله را مکمل پوره ادا میکنه، اونمو را به نام بار یاد میکنه. پس اینمی صفت به خود حاصل کردن زمان میشه که محبوب ترین چیز ما در راه الله مصرف بکنه. اگر او نفس ماست، اگر مال ماست، در مال هر کدامی که پیش ما محبوبیت داره اونو را مصرف بکنیم. صحابه کرام وقتی این آیت را وخو نمونه چی عمل بودن، به مجردی که آیت میرسید باز دیگه آرام نمی نشستن تا وقتی که آیت سرش عمل نمی کرد. در این مورد مفسرین واقعی کی را صحابه را ذکر میکنه، مثل ابو طلحه، واقعی عمر رضی الله عنه، واقعی زید ابن حارثه رضی الله عنهم، ازوار ذکر میکنه که کدام چیزا محبوب بوده و در راه الله مصرف کردن و واقعا عمل میکرد سر آیات قرآن کریم. امروز ما کدام امر محبوبی خدا در راه الله مصرف کردیم؟ و ما تنفق من شیء، چیزی را که شما مصرف میکنه از هر چیزی که باشه، اگرچه شما او را دوست نداره یا محبوب شما نباشه، لیکن چیزی زاید باشه به کسی میدی که حاجت از او تکمیل میشه، فإن الله به علیم، یقینا الله متعال بالای از او علم داره. اگر چیزی کم است اگر زیاد است الله علم داره، پاداش براتان میده. از او خاطر
اول انسان کوشش کنه که چیزی محبوب مصرف بکنه، یک معنا. دوم است که همین چیزی محبوب مصرف میکنه، این دو حالت داره. انما الاعمال بالنیات است، چقدر اخلاص در موجود است و چقدر موجود نیست. مطابق اخلاص براتان پاداش داده میشه. یک چیز خیلی خوب است اما نعوذ بالله عقیده تو، نیت تو خراب است، به نزد الله قدر و قیمت نداره، چرا که تو خالص برای الله ای را مصرف نکرده ای. مصرف اگر کردی خالص برای الله او معتبر است. از این معلوم میشه که اگر انسان خود در لیست ابرار شامل میکنه، چیزای محبوبی خود در راه الله مصرف بکنه. تنفقو امیر میگه، انفاق در راه الله را میگه، مطلق انفاق نمیگه. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام خوردنی ها حلال بود بالای بنی اسرائیل. دو شبهه یا اعتراض بنی اسرائیل الله در اینجا دفع میکنه. یک اعتراضی بنی اسرائیل زمانی که آیت نازل شد فبظلم من الذین هادوا حرمنا، به سبب ظلم و کسایی که یهود بودن ما حرام کردیم چی را؟ گوشتای شتر و این چیزا را. بنی اسرائیل یهود وقتی که آیت شنیدن گفتن نه، ما به سبب گناه ها و تعدی و تجاوز سر ما چیزی حرام نشده، بلکه حرمت از طرف انبیاء علیهم السلام برای ما بیان شده بود. الله متعال دروغی از یارا میکشه و میگه که شما دروغ میگه. انبیاء علیهم السلام شریعتی که آورده این طعاما سر شما حرام نبود. حرمت اشیاء از جهت گناه ها و معصیت شماست، خودتان گناه کرده الله حرام کرده. دوم اعتراضی بود که پیغمبر علیه السلام حبیبی قبله کل انبیاء علیهم السلام بیت المقدس است و این خدا میگه که من تابعدار کل پیغمبر هستم، دین ما یکی است و خصوصا تابعدار ملت ابراهیم علیه السلام هستم و قبله ابراهیم علیه السلام بیت المقدس است. چرا بری از این نماز نمیخوانه زمانی که تحویل قبله شد؟ الله متعال جواب میگه که دروغ میگه، بیت المقدس قبله کل مسلمانان است، بلکه قبله ابراهیم و اسماعیل علیه السلام و دیگه پیغمبران بیت الله بوده که او نشانه های برکت و نشانه های هدایت دو بالکل واضح و برملاست پشت سر بر ما میاد. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام طعام خوراکا کان بود حلا حلال لبنی اسرائیل برای بنی اسرائیل، الا ما حرم مگر آن چیزی را که منع کرده بود سر جان خود اسرائیل و یعقوب علیه السلام. او گوشت شتر بنابر مریضی که داشته بود منع کرده بود خدا که او را نخوره. بعضی میگه این مرض عرق النساء داشت و گوشت شتر برش مضر بود، از او خاطر از این استفاده نمیکرد.